ما را خدای مهربان از صف کسانی که نماز جمعه می‌خوانند سربرداشتند و موفق بگرداند و خدای مهربان گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی، بیماری‌های ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی، مسافرهای ما را خدای مهربان صحت و سلامت و خاندان برسانی و جمهوری ما را خدای مهربان آباد بگردانی، یکدیگر فهمی را، صلح، امنیت را در این جمهوری ما خدای مهربان شعار این مردم بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. الحال از یک سوالی که الحال در دست من دادن که جواب اینه به سمع شما برسانم، از همین شروع میکنیم. السلام علیکم برادر عزیز حاجی میرزا. 4 ماه پیش در قشلاقی خواجه علی شای ناحیه مومن آباد یک خواهر اسلامی ما در سین 17 سالگی از کسل سخت کوتاه مدت از دنیا گذشت. وی دختری با حجاب، قرآن خوان و نماز خوان بود. همین مبلغ پول را وی در دوره صحتی خود برای خریدن حجاب اسلامی جمع کرده بود. الحال همینجا 30 سامانی هم روان کردگی در داخل همین خط بود است. همین سوم برای خریدن حجاب اسلامیش این خواهر جمع کرده بود است. بعد وفات او پدر و مادری که مخلص امر معروف شما می باشند و خلاصه آمدند که این پول را شما در آبادانی مسجدتان استفاده کنید و برای آنها و فرزندانشان دعای خیر کنید. حاجی محترم، از سببی که این پدر و مادر یک عقیده خوب اسلامی دارند، برای فرزند خود پنجشنبگی نمی کنند. شما بعضی زنهای دیهه خواب می بینند که گویا دختری اونها در قبر گرسنه باشد. بگوید آیا از نکردن پنجشنبگی مرده در قبر گرسنه میماند یا نه؟ التماس در همین جمعه جواب دهید، زیرا آنها منتظر جواب و دعای شما می باشند. با احترام زیاد، مخلصان شما از دهه خواجه علی شای ناحیه مومن آباد. اولا دعا کنیم که خدای مهربان این خواهر اسلامی را روحش شاد و قبرش خدای مهربان پر نور بگرداند و جمیع فتنه های قبر، جمیع وسواس ها را از داخل قبر این خواهر دور بگرداند و قبرش را بر روضه از روضه های جنتش خداوند مبدل بگرداند. آمین یا رب العالمین. البته در قبر آن زنهایی که خواب میبینند که گویا که این زن گرسنه باشند، من با طریق اولا باور کنین در نزد همه شما میگویم که همون زنهایی که خواب میبینند اونها همه دروغگو هستند. هیچ کدام اونها خواب نمیبینند. این دخترهای بی حیایی که برده میخوابانندشون در قبر، چرا اونها را خواب نمیبینند که در دوزخند؟ دختری با حجابی که از دنیا گذشته است، فقط با نکردن پنجشنبگی نخواه که وی گرسنه باشد. این تهمت ها و این شکم پروری ها را بس کردن لازم. پنجشنبگی در یگان ورق کتابی که از جانب پروردگار آمده باشد، چه قرآن، چه احادیث های پیغمبر، چه کتاب های مذهبی که ما داریم، در هیچ کدام او یاد کردگی نیست. من برای چی اینقدر پنجشنبگی ها را و دیگر خیر احسان های زیادتی که به گوش شما رسانیدم، من به خاطر چی رسانیدم؟ اگر چنده که قوت یک نفر از من نمی رسد که مثال پیشگیری این معرکه ها را کنم، اگرچه مرا بعضی ملاها من حتی ملامت میکنن که تو به این کارها نرس، لیکن مقصد من این است که شما فهمین برادرای عزیز و برادران مهربان، این میکروفون دائم در دست من نیست. یک روز نه یک روز این میکروفون از دست ما هم میگیرن، زیرا خیلی حسودا و خیلی بخیل ها و خیلی آدمای کوتاه نظر زیاد است. لیکن من به سمع شما میرسانم که پنجشنبگی گفتگی در کتاب ها وجود ندارد.
اسلام ملامت نکنین که تا که در فکر شما نگذارد که همین معرکه ها را اسلام در گردن شما بار کرده باشد. این معرکه ها در گردن ما و شما اسلام بار نکرده است، مگر اینها را ان همین گونه زنهایی که خوابهای دروغ میبینند ان همینها بار کردگی هستند.